این هفته خبر تو خبر داره براتون از عظمای زهر خورده‌ای که بعد از کلی نرمش و چرخش ذلیلانه بالاخره زیرا برجام رو زد و اعتراف کرد که دوغ هم کف دستش نداشتن و تحریما هم سر جاشه. 6 ماه هم از امضای برجام میگذره، هیچ تأثیر محسوس و ملموسی هم به وجود نیامده است. خب برجام اصلا برای برداشتن تحریم ها بود دیگه، مگه غیر از این؟ خب برداشته نشده. حالا میگن به تدریج یواش یواش داره درست میشه، مگه بحث سر یواش یواش بود؟ خب حالا 6 ماه از این موعد گذشته است، برداشته نشده. 6 ماه برای یک مملکت 80 میلیونی زمان کمی است. این هم تصویری از عظما بعد از پرش برجام از روی مانع تحریم ها. فردای همین روز شیخ بری اومد تو تیویریش و یه لگد چرخشی گذاشت تو پوز عظما و گفت تغییر محسوسی به وجود نیومده چیه؟ انقدر شرکت ریخته سرمون که نمیدونیم از کدومش شروع کنیم. برجام زمینه رو برای جذب فناوری‌های نو داره آماده میکنه. جهاد دانشگاهی در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی مسئولش میگفت اینقدر شرکت‌های دانش بنیان سر ما ریختن که ما الان نمیدونیم کدام انتخاب بکنیم برای اینکه با اونها کار کنیم بعد از برجام. یکی از گشایش هایی که برجام ایجاد کرده فناوری های نوینی است که از دنیا داره سرازیر میشه در کنار سرمایه. درست تو وضعیتی که عظما خیر شیخ بری رو گرفته بود و شیخ بری هم زیر یه خم ولی فقیر رو، به ناگهان صدای شکستن ستون فقرات عظما تو سوریه بلند شد و رزمندگان سوری رفتن برای شکستن محاصره حلب. تیویریش اولش رفت تو فاز خالی بندی های همیشگی و شروع کرد به ماسمالی قضیه. نبرد سنگین در اطراف حلب سوریه در گرفته است. تروریست ها می‌کوشند هر طور شده راهی به داخل شهر حلب پیدا کنند. از این رو همه قوای خود را از گروه‌های مختلف تحت حمایت عربستان، قطر، ترکیه و آمریکا جمع کردند و به طرق مختلف از بکارگیری سلاح شیمیایی تا توپخانه و انتحاری برای این مقصود می‌کوشند. هنوز این خبربافی‌های تیویریش ادامه داشت که کانال‌های دیگه خبر شکستن محاصره حلب رو دادن و گفتن یکی از هدفهاش توپ‌پوزی به عظما بوده. به عملیات امروز حلب نباید از زاویه تاکتیکی نظامی نگاه کرد. اولین هدف شکستن محاصره 350,000 سوری است که تقریباً این محقق شد. حالا با این تفسیر بسیجی‌ها از سایه خودشون هم میترسن و جرئت نمی‌کنن پاشون رو تو عمق استراتژیک نظام بذارن. اینجاست که باید سیدعلی روزخون دلای بسیجی‌ها رو ببره پیش امام گور به گوریش تا بهشون دلداری بده و بگه منزوی شدن تو دنیا از ویژگی‌های بارز امامه. ملتی که منزوی بشد میتواند ترقی بکند، مترقی میشد. ملتی که منزوی شد، منزوی نیست، نمیتوند به ترقی راه خودش را برد. ملت غیر منزوی یعنی ملتی که اتکالش به دیگران است، خوراکش را از دیگران میگیرد، اتومبیلش هم از دیگران میگیرد. این ملت تا آخر باید اسیر باشد. تا منزوی نشید نمیتونید مستقل بشید. از انزوا ما چه ترسی داریم؟ بله، طبق همین دستورالعمل امامه که عظما داره با کله میره به سمت انزوای هرچی بیشتر و دور و برش تو منطقه کسی نمونده. تو هفته گذشته یه آخوندی به نام روحانی پیدا شد که گفت حقوقای نجومی زیر عمامه شیخ بریه و باید محاکمه بشه. امروز اگر واقعا میخوان با حقوقای نجومی مبارزه کنند، ریشه‌ای از منبری باید رئیس جمهور در این زمینه مورد تعیین قرار بگیره. از رئیس جمهور سوال بشه شما اعتراض داشتید یا نداشتید؟ اگر نداشتید چه مسئولیتی داری پس؟ اگر میدانستی پس شریکید. بزبز قندی هم برای اینکه از قافله عقب نمونه حرف عظما رو رله کرد و گفت مجلسی ها بیان و جیبای مدیرا رو بگردن.
مجلس بشینه یه بار درست ببینه قوانین چی، اینا با هم دیگه با وضعیت فعلی خودشون با هم دیگه قوانین، چند تا از این قوانین در واقع ضد فساد، کارکردش ضد فساد نیست، ضد تولیده. چند تاش ضد فساده ولی اجرا درست نمیشه. چند تاش رو کاغذ مونده. خب مجلس رهبری میگه مجلس بشینن یک گروه ویژه‌ای متخصص قوانین ضد فساد رو همه رو دوباره بررسی کنن. این دایناسور حواس پرت هم که مثلا قرار بود نماینده ولی فقیه باشه، قاطی کرد و اومد مجلسی‌ها رو در ببره و گفت اینا حتی اگه بخوانم نمیتونن چون وقتش رو ندارن. حالا نظام مجلس رو موظف کرده، گفته بیا آقا این حقوقهای این قوانین متراکم فراوان رو بررسی کن. قوانینی که در زمان شاه بوده، دونه دونه اینها رو ببین کدام یک از اینها خلاف اسلام هست، بیار در مجلس، موافق و مخالف صحبت کنن، به نتیجه اون رو باطل کن. مگر چقدر مجلس قدرت داره؟ مگر چقدر وقت داره؟ مگر میشه؟ حتما نمیتونه، معذور هم هست، واقعا هم توان نداره. من هم در مجلس بودم، توان نیست. اینجا بود که همه قید گشتن دنبال صاحبان فیش‌های حقوقی رو زدن و رفتن تو کار شعر بافی تا شاید یه جوری سر و ته قضیه هم بیاد. فیش من ای دلبر رعنای مست، من تو را آسان نیاوردم به دست. کاش بودی با دلم درویشتر، نزد من 1 یا 2 سالی بیشتر. همونایی که توی این گرونی فیش حقوق دارن 200 میلیونی، چقدر آخه هوای خلقو داری، ماهی 2.5 ماه اضافه کاری. این جوجه اردک زشتم یه پول نجومی گرفت تا واسه حقوقهای نجومی ترانه درست کنه. آرای غار زدن تو کار غارت، میگه دینداری آسونه تا رو زبونه. یه امتحان از هممون بگیری تا ببینیم کی مرده و میمونه. این فساد دولتی رو که حالا میتونه تبلورش تو فیش‌های حقوقی باشه و فقط هم تو اون نمیشه به یه جناح خاص یا یه دولت خاص وصلش کرد. خلاصه اینکه هر کس تو نظام فکر تکخوری خودشه. بعدم دست آخر همین موحدی کرمانی رو به اونهایی که حقوقهای نجومی رو به جیب زدن گفت پسرای خوبی باشید و بیاید پولها رو برگردونید. حالا یه اشتباهی بوده و تموم شده و رفته. حالا ممکنه بعضی از این آقایان بگویند که ما نمیدونستیم این غیر اسلامی هست، غیر مشروع هست. بسیار خوب، اگر نمیدانستید معذورید و مطمئناً شما افراد متدینی هستید که اشتباه کردید. عیناً مثل شما مثل آدمی است که با آب نجس وضو گرفته اما نمیدانستی این آب نجس است. البته شنیدم بعضی از اینها یه مقداری برگردوندند و من تشکر میکنم. یعنی ته خط گفتن حالا که ما کله پا شدیم بذار همینجوری درازکش بریم بالا. تو هفته گذشته یک نامه از احمدی نژاد به اوباما در فضای مجازی منتشر شد که تحلیلگران میگفتن کار خود احمدی نژاده تا دوباره یه فیگورای احمدی نژادی بگیره و اسمش رو سر زبونا بندازه. تعهدات سریع جناب عالی برای اصلاح روابط با ایران متاسفانه به هر دلیل جامع عمل نپوشید و همان روند خصمانه گذشته کماپیش ادامه پیدا کرد. و حالا اینم پاسخی که توی فضای مجازی برای اوباما درست کردن که میگه آخه اینم آدم بود واسه ما نامه نوشت. چند سال پیش که پاسدار عباسی توی یکی از سخنرانیاش جوگیر شده بود یه تیکه واسه ارتش نظام اومد که ارتش برخلاف سپاه به هیچی کاری نداره. حالا توی جنگ باندی همون رو کردن و کارش به آب خنک خوری کشید. اینه که اینجا یه نفر به نام ولی فقیه بود نذاشت مثلا تئوریای شما تو براندازی این مملکت به نتیجه برسه. آقای اوباما شما یه چیزی دوست دارید مثل ارتش بی سر و صدا
تو پادگانا باشه، آب این کشور رو ببره، اصلا اونا هیچ صداشون ندارن، هیچ موضعی، هیچی. شما تمام پارسال هیچ صدایی از ارتش نشنیدید. از اینجور سیستما خیلی دوست دارن و انقدر دوست دارن شما چیزی داشته باشید به نام ارتش، اصلا وقتی مرگ و زندگی هست صدای ازش در نیاد. این همون حاجی عباسیه که دوچار خودشیفتگی حاد، اون هم در حد لالیگاست و به خودش کیسینجر نظامم میگه. دکتر یعنی دکترینریان، یعنی کسی که میتونه دکترین ارائه کنه. اگر اصرار دارید که عباسی دکتر نیست، یه دکترینریان تو این کشور پیدا کنید بتونه دکترین ارائه کنه که دکترینشو اونور دنیا درس بدن. فعلا که تو آدمای زنده تو ایران فقط عباسیه که دکترینشو تو خارج از کشور دارن درس میدن. یک متنی رو به دفترمون میگم ایمیل کنن برای دوستان برگزار کننده، توی بورد این دانشگاه ها بزنید. آقای هنری کیسینجر 84 سالشه، ارشدترین استراتژیست غرب دیگه. من الان 39 سالمه. این رو میگم که شما از طریق شما به گوش اون دوستان توی سپاه برسه که نیویورک تایمز در هفته هر وقت در مورد من مطلب میزنه تو پرانتز مینویسه The Kissinger of Islam. من هنوز نصف سن آقای کیسینجر هم ندارم. این حاجی کیسینجر که البته نیویورک تایمز تا به حال به طنز ازش هیچ مطلبی نزده، کلن خیلی سعی میکنه با بلغور کردن کلمات انگلیسی و تقلید از یک سری حرکات و اداها بگه منم آدمم. در انتها توجه شما رو به یه مراسم با شکوه درختکاری جلب میکنیم. البته منظور پشت صحنه است. Didn't criticize him, and so when Turkey and especially President Erdogan looks around and sees the kind of rhetoric he's hearing from the West and then compares that to the rhetoric he's hearing from Russia, well, President Putin is saying exactly what it is that Erdogan wants to be hearing.